تو مانند گلی فصل بهارم، تو مانند گلی فصل بهارم مادر، ای مادر جان. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم بهر هر یک شما. ما در این روز بسیار هم فراغتی، در این اولین روزهای تیر ماه سال 2022 در دهه اهالی خود هستیم و تبریک نوبتی آماده هستیم. برای تبریک کردن با خانواده حفیظمک آمدیم، برای تبریک کردن عائله‌شان، از نام فرزندان، از نام عزیزکه، از نام پرویز، فیروز جان، البته امروز مادر عزیز خاندان زهرا خاله را تبریک میگویم. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. شما تیار باشید، رفتیم. السلام علیکم پدران، مادران عزیز. حضور میخواهیم اگر ناراحت کرده باشیم. من امروز فهمیدم که در این روز خرسندی، در این دهه کوهستانی عزیزمان، در این خاندان پرفیض و زیبا، مادر عزیز خاندان امروز زادروز دارند. البته زهرا خاله و فاطمه خاله امروز زادروز دارند و افتخار هر دویشان یک قصه که بلند میزنیم تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. بانجان‌های عزیز زادروز مبارک باشد. زهرا خاله، فاطمه خاله امروز روز تولد را با اولاد خودسته را و اولاد عمر را مبارک باد میگیم. امروز چند ساله شدیم؟ نو 20 ساله. حالا 20 ساله اینا خرسک زنیم برای دیاسونم بگذار انتل صحت سلامتی و جوانیتان و چشم نرسد. همراهی امکجان عزیزی من، همراهی حفیظمک عمری دراز نصیب کند. بیاید پیشم حفیظمک. امروز در خاندانتان بیرام بوده است، روزی خرسندی خوشبختی. من اجخیلی که مادر سه پهلوان خاندان امروز زادروز داشتیم. حفیظمک طول چندین سالها جان فداکارانه برای جمهوری ازبکستان عزیزمان خدمت کرده آمدند. حاضر در نفقه البته با آن درجه ها رسیدن رولی خانم کلانه البته منم فرزندهای اصیل، فرزندهای صالح را به دنیا آوردن، صاحبی نبیره های شیرین کردن. از دانکش هم مغز شیرین میگن. چند تا نبیره شد؟ 3 تا. خداوند زیاد شود سانش، خاندانتان باقی بچگان شود و نامهایشان اخاطر برآمدن نصیب کند. همراهی زهرا خاله عمر دراز نصیب کند. امروز فاطمه خاله، زهرا خاله شما را تبریک میگوییم. فرزندان عزیز، البته عزیزکه، پرویز جان، فیروز جان، کریم پاشاها شما را تبریک میکنند. گفتم که با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم، موجی موهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بوستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دل، در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. میگری هر بار بر گوهره خالی من، یاد آری از من و ریستی پریشان مادرم. از زمین لرزه ستونی خانه ات ترکیده است، ای ستونی روزگارانی نابسامان مادرم. یک عصا باری غمی پیری ات نتواند کشید، ای صبوریت فزون از سنگ و سندان مادرم. مادران عزیز امروز روز خرسندی را مبارک باد میگوییم و البته در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. برای فاطمه خاله و زهرا خاله از نام فرزندان عزیزشان همچو تحفه تیار کردن، آماده کردن. با یک تا قرصکی بلند زنیم اگر میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. و البته مهمانان عزیز، زن بانوان مادران، برای زن تحفه بی‌بها چیست؟ گل. البته ببینید که گلدسته های خاندان کریم پاشاها بهر مادران عزیزشان گل‌های زیبا را تیار کردیم. با یک تا قرصک بزنیم برای گلدسته های
باشد. حاضر باشد. از همه پیش و البته ارزنده ترین انسان از نام حفیظ امک سخنهای تبریکاتی را بهر بروز هر دوی صاحب جشن ها میشنویم و بهر مهمان ها خوش آمدید میگویند. مرحبا. سلام علیکم مهمانای عزیز، هم یکاتون خوش آمده. یکی همونه خدا مرشد بیایید سر فرزندش ساق باشه، زیر علاقات فرزندش دید. یک قرصک شود رحمت مبارک باشد و البته در اینجا حفیظ امک باید که شما مرکزی آنها به ایستادن همین شیرینی برید. مرحمت در اینجا شیرینی زیبا را آماده کردن، البته تارت‌ها را میبریم از آن تنوع میکنیم. مرحمت بیارید پیششان به شیرینی را. مبارک باشد. کمی کارت‌ها تیار می بیارید کارت‌ها را. مرحبا. فاطمه خالا زهرا خالا شمایش را خاموش میکنیم نیت کرده. مرحبا. مبارک باشد. محسود احمد دور نرفته استید. السلام علیکم. بیایید پیششان با پیشی هم خیلی یک عرفیت ما با گفت پیشی که زکو بسید نیت کنیم اگر عملی میشدستن من آزی به پیشی دیاشان نیت کنید که 120 ساله شوند با شما هم خیلی استید و من پیشتان میسود آنهای تبریک کردن نصیب کنند. مرحبا. سلام علیکم مهمانان و مهمانان. الهی خونیت دیدیم و خوش آمدتون آمدیم. همه دیگرشان صبر داره ایده نمرای حضور شبینم کلمه حضور شبینم اینا خوششفی شدم. الهی مهم باریم الهی سالای کلان سال شدم خیلی بد اخلاق شدم نیتشونم چی نیت کنم نیتکشون برسم. هم نیتاتون خوش آمده در دوی دیم با کلم جان الهی صبر بدرش میرم فاطمه صبر بدریم رحمتی کلام شدم. رحمت سلامت باشن مبارک باشن. و البته من در اینجا زهرا خالا کلید پاشاها همچون دختر خدمت کرده در اطرافتان پروانه هستند. یک تا کلاسنامه‌شان کدام کن کنی سخنهای تبریکاتی را شنویم کنی. مرحبا. حاضر سرود اوسما میشود بعد میرقصن یک جای. اولا با السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده به این نظم جمشیدی ما مهمانان خانم جان مبارک شد روزتون صد بدره همه نیازتون برسه سری با مسلم سلامت کرده ملامکم گیر خوش پیر شه همه نیازتون برسه. رحمت اتون باشد. مهمانان یک جمع میرقصیم دعوت رقص بازی آمد سرودهای شوخ برای شمایان میرقصیم. امروزه روز رو با یک درجه اعلا میگذرانیم. مرحبا از سرودهای شوخ برای شمایان رقص بازی خرسندی میکنیم. السلام علیکم اومده مهمانات میزبانان معتبر رحمت من دوره کلمه کمپرم که آلان گذشته همه خدمت که دنباله برای این به ساختار
مثل آیله چیزler میبرد ایوری برد حضور که همه وقتی من برای پس دولت سرگرده kendimge rahmat pes devlet budu. رحمت سلامت باشن. البته دعای پیران را گرفتن فرض و قرض است.
عزیز ما در خاندان حفیظمک امروز مهمان شده. همراه شمایان در روز خورسندی، خوشبختی، شاد باش تبریک کرده. آن لحظه های خورسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. جمعه شهنان، شبکه شهنان در خاندان شما مهمان شده. این خیلی بزمه های شما را باز هم زیباتر میکند. سلامت باشن. رحمت. حفیظمک سلامت باشن. خوش آمده. رحمت. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه